عزیزان، بسیاری ها در این روزها پرسان می کند که آیا پروردگار من اهل غزه را نمی بیند؟ آیا پروردگار من دعاهای من را نمی شنود؟ آیا پروردگار من نمی بیند که در غزه ظالمان چی می کنند؟ آیا پروردگار وعده نداده است که مؤمنان و اولیای خود را نصرت می کند؟ چه حکمت هایی در کار است که رب العالمین می بیند که زنان و کودکان خونشان در غزه ریختنده می شود؟ چه حکمت هایی در کار است که نصرت نمی آید هنوز؟ اطفال خونهایشان ریختنده می شود، خانه بر سرشان ویران می شود. آیا اینها امت محمد رسول الله نیستند که از خود عزت و شرف دارند؟ این همه مصیبت ها و مشکلات که امت مسلمه به آن دوچار است چه تفسیری دارد و چه حکمت هایی دارد که رب العالمین امت را دوچار کرده است؟ جواب این همه سوالات چه باشد؟ عزیزان، رب العالمین از خود سنت هایی دارد، از خود روشی دارد، فرامینی دارد، آنها را باید اجرا بکند، غیر قابل تغییر است و این روش حتما اجرا می شود و رب العالمین بر هیچ کسی ظلم نمی کند و سنت های رب العالمین فرامین رب العالمین است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، نخواهی یافت هیچ تغییری را برای سنت رب العالمین و دستور می دهد که در امتان گذشته ای بندگانم سنت مرا ببینید. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قبل از شما سنت های گذشته، سرنوشت مؤمنان گذشته، سرنوشت کافران گذشته، پس در زمین گردش کنید ببینید که سرانجام کافران چه شد، سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. رب العالمین دستور میدهد که بندگانم تاریخ را مطالعه بکنید. بعد میفرماید هذا بیان، ما هم بیان میکنیم. امروز روز جمعه است و در تمام دنیا و سرتاسر جهان مردم سخنرانی میکنند، بیان میکنند، اما رب العالمین میگوید هذا بیان، آنچه که من میگویم به عنوان پروردگارتان، هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین. این آیات برای عموم مردم بیان است و برای پرهیزگاران مایه هدایت و موعظه است. بعد در آیت بعدی چی میگوید الله؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سست نشوید بندگان من، غمگین نشوید. اگر شما به راستی مؤمن باشید برتری خواهید یافت. و تأخیر سنت و تأخیر نصرتها و تأخیر کمکها یکی از سنت های رب العالمین است. یکی از سنت های رب العالمین تأخیر نصرت هاست. چرا یا رب؟ چرا؟ ابتلا، آزمایش و امتحانات همه اینها از سنت های رب العالمین است در امت های گذشته. چرا؟ چون میخواهد رب العالمین آزمایش بکند، بسیاری را نشان بدهد، بسیاری را که تا الان ما نمیشناختیم به من و شما نشان بدهد. الان تمام جهانیان در حال امتحان و آزمایش دادن هستند در غزه. غزه مدرسه است که بسیاری ها در آن خود را الان نشان میدهند. هر کسی میتواند خود را در غزه ببیند که در کجای قضیه قرار دارد. سازمان ملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان کنفرانس اسلامی، شما می توانید او را در غزه ببینید. شما می توانید چهره واقعی اینها را در غزه ببینید. بسیاری ها این روزها در حال امتحان دادن هستند. غزه مدرسه است که می توان در آن چهرهای واقعی کشورها را ببینید. اگر می خواهید چهره واقعی کشورها را ببینید در غزه الان اونجا آزمایش می دهند. وقتی زنان، اطفال را می بینید که به خاک و خون کشیده می شوند، خونشان ریختنده می شود، آن وقت شما مدعیان حقوق زن را در غزه می بینید، مدعیان حقوق کودکان را در غزه می بینید. آن وقت شما می بینید
تا دین روز که برای ما میگفتن این مدعیان حقوق زن که ای مردم افغانستان شما برای حقوق زن هیچ ارزشی قائل نیستید، ببینید چهره واقعی امریکایی ها را، چهره واقعی غربی ها را الان شما ببینید. غزه مدرسه است که در آن میتوان بسیاری از سران کشورها را دید و بسیاری از سران کشورهای اسلامی را در آن دید و شناخت. غزه مدرسه است که در آن حتی اهل غزه، کودکان غزه، زنان غزه و مردان غزه را شما میتوانید در آن بهتر بشناسید. والله غزه الان مدرسه است که شما چهره واقعی بسیاری از انسانها را در آن مشاهده میکنین. شما در این روزا در غزه میبینین قوت ایمان کودکان و اطفال مردم فلسطین را. این روزها شما قوت ایمان زنان فلسطین را میبینید. سبحان الله. غزه مدرسه است که به ما نشان داد که مؤمن بزدل نیست. غزه مدرسه است که به ما نشان داد که مؤمن ترسو نیست. غزه مدرسه است که مردانش به جای خود، ببینین این تصاویر را، مردانش به جای خود که حتی کودکانش به ما درس دادن، حتی کودکانشان به ما درس شجاعت دادن. دیدیم که چطور کودکانشان سخن میگویند، دیدیم که چطور میغرند، دیدیم که چطور شجاعانه گپ میزنند، دیدیم چطور از ایمان میگویند. وقتی که به زبان طفل خردسال فلسطینی میشنوید حسبنا الله نعم المولا، جوش میآید، ایمان خود به خود به جوش میآید. آفرین بر شما ای اهل غزه با این تربیتتان. غزه مدرسه است که در آن مادران را میبینید که جسد کودک خردسال خود را و شهید خود را به هر دو دست گرفته است، میگوید ربا این را از من قبول میکن. سیاسرها را میبینید که فرزندانشان را با دستانشان گرفته است، طفل خردسالشان را اینطور گرفته است، میگوید ربا این را از من قبول کن پروردگار. این چیست؟ این ایمان است. والله ما ایمان واقعی را در غزه دیدم که چقدر این مردم ایمانشان قوی بوده است. عزیزان من، غزه مدرسه است که در آن مردانی را میبینید که همه چیز را از دست دادن، خانهشان ویران شده است، اطفالشان شهید شدن، زنشان شهید شده است، یک تن لباس دارد فقط، چهرش غبار آلود است. نه اینکه شکایت نمی کند، نه اینکه شکایت نمی کند، نه اینکه وطنش را رها نمی کند، نه اینکه غزه را رها نمی کند، بلکه چی میگوید؟ از پروردگارش خفه نیست، میگوید حسبنا الله نعم المولا و نعم النصیر. الله مرا کفایت. سبحان الله. این چه ایمان است؟ اولادش را از دست داده است، فرزندانش را از دست داده است، زنش را از دست داده است، فامیلش را از دست داده است، خانهش ویران شده است، همه چیز را از دست داده است. اما او چی میگوید؟ او چه چیز را زمزمه میکند؟ نمیگوید، از کسی شاکی نیست، از هیچ کس شکایت نمی کند، از رهبرانش هم شکایت نمی کند، از دیگران هم شکایت نمی کند. میگوید حسبنا الله، الله ما را کافی است، الله ما را کافی است. غزه مدرسه است که در آن میبینید که هر کدام یک لقمه نان دارد، آن را با برادرش تقسیم میکند. این اولین بار شما تصاویر را در غزه مشاهده میکنید. یک لقمه نان است، یک تکه نان است، آن را دو نصف میکند به برادرش میدهد. این چیزها را شما در غزه میبینید. تحولی که در غزه اتفاق افتاد عجیب است. مردم خانه‌هایشان را رها کردند، ولی تا الان یک مورد گزارش سرقت و دزدی ثبت نشده است. تشکر میکنیم از شما ای اهل غزه که حقیقت بسیاری را برای ما نشان دادید. تشکر میکنیم از شما ای اهل غزه که امت به خواب رفته را متوجه حقایق نمودید، که با چشم خود چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را ببینیم، چهره واقعی سازمان ملل را ببینیم، چهره واقعی سازمان دیدمان حقوق بشر را ببینیم، چهره واقعی دنیای غرب را ببینیم. عزیزان، خبر دارید تا الان بیش
از 10,000 نفر در غزه به شهادت رسیدند، 4,000 کودک شهید شدند، 2,500 فقط زن شهید شدند، بیش از 18 تن مواد منفجره تا الان بر بالای غزه ریختنده شده است. مقدار مواد منفجره که آمریکا در 1 سال بر افغانستان ریختن، در 6 روز بر بالای اهل غزه ریختنده است. دنیا می‌بیند و از حقایق چشمانش را می‌پوشاند. تشکر می‌کنیم ای اهل غزه. بسیاری ها ما می‌گفتیم که اهل غربی ها و اروپایی ها انسان های بسیار خوبی هستند. اینها واقعا حقوق بشر را در نظر می‌گیرند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز اینا راضی نخواهند شد از شما تا اینکه شما پیروی آنها نشوید.